نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. برادران عزیز، خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بخشای مهم اسلام که اسلام بخش اعتقادات داره، بخش عبادات داره، بخش معاملات داره و بخش اخلاقیات داره. یکی از موضوعات مهم اخلاق است و طبعا وقتی که ما و شما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، در قرآن عظیم شان به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده که و انک لعلی خلق عظیم و انک و یقینا که تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق بسیار بزرگ هستی. یعنی بعضی کسا اخلاق کوچک دارن، بعضی کسا اخلاق متوسط دارن و بعضی ها اخلاق بسیار بزرگ می داشته باشند. و پیغمبر ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، الله سبحانه و تعالی ایره به اخلاق بسیار بزرگ توصیف کرده و انک لعلی خلق عظیم. از این آیت قرآن ما و شما تو درس میگیریم که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید اینا هم دارای اخلاق بزرگ باشند. چرا ما و شما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یعنی اینجا وقتی که ما و شما آیات قرآن میخوانیم، سلسله پیغمبرا که از آدم علیه السلام شروع شد، بالاخره این سلسله پیغمبرا که بیشتر از چندین هزار پیغمبر بعد از آدم علیه السلام فرستاده شد، این به خاطر ازی بود که اینمی 4 اصل که بر مردم برسانه و در این 4 اصل که گفتیم اعتقادات است، عبادات است، معاملات است و اخلاقیات است، اینا همه پیغمبرا چی میکردن؟ همو پیام الهی را که در این 4 اصل خلاصه میشد ایره بر مردم میرساندن. این سلسله با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم ختم شد. سلسله پیغمبرها ختم شد. دیگر پیغمبر نمیه، دیگر نبی نمیه، دیگر رسول نمیه. آخرین انبیا و آخرین نبی و آخرین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و آخرین کتاب قرآن عظیم الشان است. دیگر کتابی هم نمیه. یعنی سلسله کتاب های آسمانی هم قطع شد، ختم شد و سلسله آمدن پیغمبرها هم ختم شد. آل این پیام الهی را برای بشریت کی انتقال میکنه؟ آل مثلا در زمان مثلا انبیای بنی اسرائیل که بودن، تا شما در قصه های قرآن میخوانیم که ابراهیم علیه السلام وقتی که از یک قریه میره به قریه دیگه، در قریه دیگه لوط علیه السلام است. موسی علیه السلام اونجا پیغمبر است، در کنار از او هارون علیه السلام برادرش هم پیغمبر هست. و به این قسم وقتی که موسی علیه السلام از این منطقه حرکت میکنه میره در قریه دیگه، اونجا یک پیغمبر دیگه هسته که امرای از او ملاقات میکنه. یعنی در اونجا در هر مملکت حتی در قریه های مختلف پیغمبرای
زیادی بودن. حالا که این سلسله پیغمبرا قطع شد، خلاص شد، حال برازی دنیا، برازی جهان، برای ممالک، برازی قریه ها، برازی ناحیه ها و ولسوالی ها همین پیام اسلام، پیام قرآن کی برسانه؟ این امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی هستن؟ یا خیر امت هستن. چرا خیر امت هستن؟ که امو دعوتی که پیغمبرا میکردن یا امو دعوت میکنن، یعنی امو وظایفی که قبلا پیغمبرا داشته ای برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شده؟ محول شدن. ما و شما باید اعتقادات حقیقی اسلامی را، عقیده توحید واقعی را ما و شما هستیم که برای بشریت میرسانیم. عبادت های واقعی را و مستحق عبادات کی هست؟ ایرا امت اسلام هستند. اینجا فرق بین زن و مرد مسلمان نیست. زن مسلمان دعوتگر است. وقتی یک زن با ایمان در بین خانم های دیگه میشینه، یک دختر با ایمان در بین دیگه دخترها میشینه، این یک داعی هست. این در حقیقت اما پیامبرا را برای مردم میرسانه. یک مرد و یا یک جوان مسلمان وقتی که در بین مردها میشینه، او در حقیقت امو رسالت پیش ازی است که باید امو پیامبرا را برای مردم برسانه. کنتم خیر امت. اینا خیر امت ما و شما چرا گفته شدیم؟ در خیر امت زنها هم داخل هستند، مردها هم داخل هستند، جوان هم داخل است، ریش سفید هم داخل است، انجینیر هم داخل است، دکتر هم داخل است، دکاندار و نجار و کسبکار اونا کلشان داخل هستند، علمای دین هم داخل هستند. منتها هر کس به اندازه امو توانایی خود مکلفیت دارند. کسی که مثلا تواناییش بیشتر است مکلفیتش بیشتر است، کسی که تواناییش کمتر است مکلفیتش کمتر است. لکن کل ما و شما ان والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر الله میگه قسم یاد میکنه بر عصر که انسان چی هست؟ در زیان و نقصان است. الا الذين، مگر کسانی که چند صفت داشته باشند؟ 4 صفت. آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی یک مسلمان در پالوی ازو که ایمان تو داری باید اعمال صالحه هم داشته باشی، و در پالوی ازو که تو ایمان و اعمال صالحه داری تو باید داعی باشی، دعوتگر باشی، داعی مسلم. یعنی تو باید دعوتگر باشی که مردم به حق و مردم به صبر دعوت بکنی. اینی وظیفه مسلمان ها هست و وظیفه اسلام است. پس اخلاق چی هست؟ اخلاق، خود کلمه اخلاق جمع خلق است. خلق، اخلاق جمع خلق است. خلق چی معنی؟ خلق که خلق هم گفته میشه و خلق هم گفته میشه، با معنای طبیعت، سجیه، روش و خاصیت می باشه. و در اصطلاح اسلامی چی میگن؟ ببینید یک دکتر از به نام دکتر علی عبدالحلیم این اخلاق بسیار زیبا تعریف میکنه. او چی میگه؟ میگه اخلاق عبارت از مجموعه از اساسات است، عبارت از مجموعه از اساسات است که سلوک انسان را مطابق وحی الهی تنظیم میکند. اینا رو اینجا گفت مجموعه از اساسات است. این شرط اولش که یعنی اخلاق اساس داره، قواعد داره، برنامه داره. اخلاق تو نیست که مثلا هر کس به اسلوب خود کار بکنه، نه، بلکه اساسات داره، اصول داره، زیربنا داره. مجموعه از اساسات است که چی میکنه؟ سلوک انسان را مطابق وحی الهی تنظیم میکنه. اینال سلوک تو را، سلوک چی معنی؟ یعنی همین اعمال که تو انجام میدی، گپ زدن تو را، نشستن تو را، خواب کردن تو را، سخن گفتن تو را با دیگه مردم، معاملات با مردم، این کلشه که مثلا با خانمت چه قسم حرف بزنی، خانم با شوهر خود چه قسم حرف بزنه، مثلا با دخترت چه قسم دوستی و محبت بکنی، دختر با پدر خود چه قسم رابطه داشته باشه، مثلا شما با همسایتان چه قسم رابطه داشته باشین، ما با معلم خود، با استاد خود چه قسم برخورد داشته باشیم، با مسلمان ها چه قسم برخورد داشته باشیم، وقتی که دعوت میکنیم چه قسم. مجموعه سلوک. سلوک چی است؟ یعنی گپ زدن ما، دست خدا چه قسم حرکت بتیم، دست ما و پای ما و چشم ما و قلب ما و زبان ما، حرکات ما، عادات ما، کل ازیره مطابق چی؟ مطابق وحی الهی. یعنی اخلاق اسلامی برتریش اینمی هست که مسلمان اخلاقش مطابق وحی است. شاید یک نفر بگه که ما بسیار عادت دارم، تند صفت هستم، برش میگم بسیار خوب است، تو عادت تند هستی. ما والا بعضی کسا میگه والا ما قوم ما بسیار تند هستن، یا کسی دیگه میگه والا ما قوم ما بسیار
اما تو جدی هستیم. بعضی ها میگه ما قوم ما بسیار، اما تو عادتاً در فامیل ما کل ما اما تو بسیار چی هستیم که در یک دفعه ما کم گرفتیم و اعلان نمیتیم. برای از اونا میگیم که نه، اخلاق اسلامی چی است؟ اخلاق اسلامی است که انسان اخلاق خود مطابق وحی الهی آماده بسازه. ای که فامیل شما و خانواده شما و اعضای فامیل شما چه قسم عادت دارن، وقتی که تو اخلاق تا اسلامی میسازی، باز از خانواده و فامیلت گپ نزن دیگه، از عاداتتان گپ نزن. ای که تو مثلا تند هستی، تندیت به خاطر رضایت الله ترک بکن. پس اخلاق اسلامی چی است که اینمی اعمال انسان چی است؟ امو اساسات است که سلوک انسان، روش انسان مطابق وحی الهی. پس ما در اخلاق خود صلاحیت نداریم که مطابق امو سیستمی که خود ما داریم یا عادت کردیم یا رواج ماست یا فامیل ما و قسم است مطابق از او زندگی بکنیم، بلکه اخلاق اسلامی را میگه که ما باید اینمی خوی خود و عادت خود و عادت قوم خود و خواسته های نفسی خود و خواهشات خود تسلیم چی بکنیم؟ وحی الهی بکنیم. وحی الهی چی است؟ ما دو قسم وحی داریم، یکی قرآن عظیم الشان است که وحی جلی هست و یکی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که این وحی خفی هست. پس ما مکلفیت داریم که اینمی خوی و عادت خود مطابق چی بسازیم؟ مطابق قرآن و سنت بسازیم. اینال گپ زدن خود مطابق قرآن و سنت بسازیم، روش خود مطابق قرآن و سنت بسازیم. پس در تعریف امی سخن میگه که مجموعه از اساسات است که سلوک انسان را مطابق وحی الهی تنظیم میکند. مطابق چی تنظیم میکند؟ وحی الهی، تا هدف موجودیت انسان را بالای زمین تأمین کند. اینال بازر ختم چی میگه؟ میگه تا هدف موجودیت انسان را بالای زمین تأمین نماید. اینال اخلاق چی میکنه؟ که هدف موجودیت انسان را بالای زمین تأمین کنه. اینال مثلا وقتی که ما و شما در روی زمین زندگی میکنیم چی هدف داریم؟ الله سبحانه و تعالی در روی زمین وقتی که ما و شما را خلق کرده، هدف خلقت ما و شما در روی زمین چی هست؟ که ما و شما در روی زمین چی باشیم؟ امو خلیفه الله در روی زمین باشیم، سفیر الله در روی زمین باشیم. و خلیفه الله در روی زمین کی هست؟ که احکام الله را مطابق اوامر الله در زمین الله چی میکنه؟ ایره تطبیق میکنه. پس هدف خلقت انسان ها در روی زمین چی هست؟ که ما عبادت الله را بکنیم. این حال در تعریف گفتیم که مجموعه از اساسات است که سلوک انسان را مطابق وحی الهی. پس اخلاق روش انسان جور میکنه، سلوک انسان روش انسانه. که مثلا ما چه قسم معامله بکنم با دیگرا، با خود، مطابق چی؟ مطابق وحی الهی. پس اخلاق اسلامی که است ای به اساس وحی هست. ما چی خوب است در اخلاق، چی ارزش اخلاقی است و چی در اخلاق به ارزش است، این را وحی تعیین میکنه، قرآن تعیین میکنه، سنت تعیین میکنه. ما و شما مثلا این را تعیین کردن نمیدونم. این فرق بین نظام اسلام و نظام‌های کفری در این نقطه هست که در نظام‌های کفری اخلاق مردم تعیین میکنه. وقتی مثلا در یک مملکت مردمش شرابخور باشن، اونا پارلمانش میخیزه شرابخوری را اخلاق جور میکنه. وقتی که با عادات زشت و برهنگی عادت داشته باشن، علاقه داشته باشن، مردمش بر خود چی میکنه؟ برهنگی را اخلاق خود تعیین میکنه. اما در اسلام فرقش چی است که اینمی اخلاق ما را، آیا لباس پوشیدن اخلاق است یا به لباسی، این را وحی تعیین میکنه، قرآن تعیین میکنه، سنت تعیین میکنه. فرق بین نظام اسلامی و نظام کفری در این نقطه هست که در نظام اسلام اخلاق چی تعیین میکنه؟ وحی تعیین میکنه. فرق بین خانواده مسلمان دیندار و فرق بین خانواده مسلمان بیدین یا فرق بین خانواده دیندار و بیدین در چی هست؟ که در خانواده دیندار و با ایمان اخلاق از این خانواده را وحی تعیین میکنه. ما مثلا چه قسم لباس بپوشیم؟ قرآن میبینیم و سنت میبینیم. ما محفل خدا چه قسم بگیریم؟ مطابق قرآن و سنت ببینیم قرآن و سنت برای ما چی میگن. ما مثلا عروسی خدا چه قسم بکنیم؟ مطابق قرآن و سنت باید عروسی بکنیم.
ما با دوستای خود چه قسم برخورد داشته باشیم، کی بر ما محرم است و نامحرم است، ایره قرآن و سنت تعیین میکنه. اما انسانهای بیدین که است، با معبود از اینا نفسشان است. آیت قرآن چی میگه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، میگه آیا شما دیدین کسایی را که معبود خود، اله چی را میگن؟ معبود. میگه معبود خود کی را گرفتن؟ هوا و خواسته های نفسانی خود گرفتن. پس مثلا من چه قسم عروسی بکنم؟ نفس من چی میگه؟ قوم نفس باز چی میگن؟ وقتی که نفس تا معبود خود، نفس خود معبود خود قرار داد، باز نفسش برش میگه که تو رواج باید تطبیق بکنی، همچشمی باید داشته باشی، تکبر باید داشته باشی. ما چرا در یک عروسی مثلا 500 نفر خبر میکنیم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله ازدواج میکرد، در عروسی رسول الله صلی الله علیه و آله 15 نفر، 12 نفر، 10 نفر می بود. آیا ما رتبه ما از رسول الله صلی الله علیه و آله که بلندتر است؟ در عروسی بی بی فاطمه الزهرا چند نفر بود؟ از 30 نفر زیاد میشد. شما اگر روایت بخوانین، پس آیا دختر ما از دختر رسول الله صلی الله علیه و آله که در رتبهش بلندتر است؟ که در عروسی دختر رسول الله صلی الله علیه و آله 30 نفر 40 نفر نبود و در عروسی دختر ما باید مثلا 200 300 نفر باشه. این حال از اینجا معلوم میشه که اخلاق ما در خانواده ما مطابق وحی نیست. متوجه شدین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نفر از کنیزک از آستینش میگرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرد تا اون طرف دور باز میفرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم من یک سوال دارم و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگفت خب درست است، سوالش جواب میگفت. کت ما و تو کس گپ زدن نمیتونه. پس معلوم میشه که اخلاق ما و تو مطابق قرآن و سنت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اعرابی میامد از سر شانهش کش میکرد، پتوش حتی میگه چاپ چیز در گردنش میموند و رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش که سل میکرد تبسم میکرد و ما و تو پیشانی ما همیشه ترش است. پس اخلاق ما و تو را، پیشانی ما و تو را وحی جور نکرده، در حالی که ادعا میکنیم که ما بسیار آدم دیندار هستم. نه 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 نه، تو اشتباه میکنی. این دینداری نیست. وقتی که در لب تبسم نبود و تو همیشه تند بودی، سکو فبما رحمت من الله لنت لهم. الله به رسول الله صلی الله علیه و میگه؟ میگه ای رسول الله صلی الله علیه و این رحمت الله هست که تو بسیار نرم خوی هستی. شاگرد رسول الله صلی الله علیه و از رسول الله صلی الله علیه و نمیترسید، اما شاگردای ما از ما چی میشه؟ میترسه. پس ما معلوم میشه که اخلاق نبوی نداریم. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو تند می بودی، بد اخلاق و قلبت غلیظ القلب، سنگدل می بودی، زبان زشت، چهره زشت، قلب تند، لانفضوا من حولك، مردم از اطراف تو فرار میکردن، میرفتن. فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. این آیت شریف در کدام وقت نازل میشه؟ در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد به مشوره یک تعداد از مسلمان ها مجاهدین و به مشوره صحابه خود میره که بالاخره در امونجا وقتی که رمات اجتهاد میکنن، فکرتان باشه که رمات اینجا اجتهاد کردن، بعضی کسا بیادبی میکنن، صحابه بیادب نبودن، اونا اجتهاد کردن، گفتن که جهاد خلاص شد، کفار شکست خوردن، اجتهادشان این بود که حالا پایین میشیم. وقتی که پایین شدن و کافرها از پشت سر برنامه داشتن و حمله کردن و یک تعداد از صحابه به شهادت رسیدن. بناهن رمات مطابق اجتهاد خود اجر و پاداش و ثواب خود گرفتن. مطابق اجتهاد خود، من اجتهد و اصاب فله اجران و من اجتهد و اخطأ فله اجر واحد. پس اینا اجر خود گرفتن مطابق اجتهاد خود، یعنی اونا نخواستن که مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. اونا وقتی که برشان هدایت داده شده بود، اما هدایت کردن، پس آن دیدن که امر رسول الله تا این قسمت بود، آل خود جهاد ختم شد و مردم اونا کفار شکست خوردن و فرار کردن، معرکه خلاص شد، پایین شدن، اجتهادشان هم اینجا بود، ولی کفار برنامه داشتن و بالاخره به هر صورت در اینمی غزوه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دندانای مبارکش مشکنه و حتی چندین صحابی مبارک به شهادت میرسه و حمزه رضی الله تعالی عنه شکمش پاره میکنن و بالاخره با بسیار وضعیت زشت و وضعیت مسلمانان خراب است. در اینجا آیات قرآن نازل میشه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، با وجودی که تمام سختی ها بالای تو آمده و دوت یک سختی که کاکای انسان شهید شده باشه و قلبش پاره شده باشه و
و دوستای رسول الله صلی الله علیه و آله، صحابه کرام کلش رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داشت، 70 دوست از او به شهادت رسیده باشه، در این حالت وضعیت انسان بسیار خراب می باشه. لکن الله میگه همینجا هم رسول الله صلی الله علیه و آله نرم بود، تون سخن نمیگفت، برش گفت که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. دیگه اینجا میگه که حالا چی کو برشان؟ میگه که آیت چطور است؟ فعفو عنهم. اخلاق اینجاست. در اینمی حالت هم تو از اینا اگر کسی اشتباهی کرده اونا را چی کو؟ فعفو عنهم، عفو بکو از پیشان، واستغفر لهم، تنها عفو هم نکو، سعی کو ولی انک لعلی خلق عظیم. اگر تنها عفو باشه اخلاق متوسط است. فعفو عنهم واستغفر لهم، این اخلاق بلندتر. اینا برشان مغفرت هم بخوای، هم عفوشان کو، باز تنها به عفو اکتفا نکو، چی کو برشان؟ واستغفر لهم. و این کار هم نکو چون تو علی خلق عظیم هستی و شاورهم فی الامر. هنوزم از پیش از این مردمایی که مشوره گرفتی لکن در امیجه مشکل پیدا شده، هنوزم از پیشان چی کو؟ مشوره بگی، چون تو مسلمان هستی نباید اونم فرهنگ مشوره خواستن که یکی از فرهنگ های اساسی اسلامی هست که مسلمان باید در مسائل زندگی خود با دیگه مسلمان ها مشوره بکنه. پس دمی لحظه سخت هم با اینمی مردم چی کو؟ مشوره بکنه. این میگن و انک لعلی خلق عظیم. پس ایناله در تعریف اخلاق همین گپ گفته شد که پس انسان مسلمان سلوک خدا مطابق چی میسازه؟ مطابق وحی الهی. وحی چی هست؟ قرآن و سنت است. چرا ما اخلاق خدا مطابق قرآن و سنت بسازیم؟ به خاطر که هدف از خلقت ما که ما خلق شدیم اینمی تطبیق قرآن و سنت است. عبادت الله چه وقت به شکل درست میشه؟ و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. پس ما و شما را الله خلق کرده، برای چی خلق کرده؟ برای عبادت. عبادت الله چه وقت درست میشه؟ وقتی که ما مطابق قرآن عبادت بکنیم و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت بکنیم. اخلاق هم جزء عبادت است. در اخلاق هم عقیده شامل است، در اخلاق هم عبادت شامل است، در اخلاق هم معاملات شامل است. هر عقیده‌ای که اخلاق نداشته باشه او عقیده نیست. مثلا ما و شما اخلاق باید با خالق متعال داشته باشیم. اخلاق ما با خالق متعال چی است؟ که ما به عوض کلمه خدا الله میگیم. همین یک اخلاق است. ما وقتی که الله میگیم سبحانه و تعالی میگیم، نامش به تنهایی به بیادبی یاد نمیکنیم. این هم اخلاق است. وقتی که ما مثلا نام الله یاد میشه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و زادتهم ایمانا، قلب انسان در حرکت میه و به می شکل ایمان انسان زیاد میشه. این هم اخلاق است. وقتی که تو یک کار میکنی، یک کس میبرد میگه که او برادر نکو همی کاره، اتق الله، از الله بترس. اینجا گفته است که نگفته ذکر الله. فرق بین ذکر الله و ذکر الله. یک نفر از ذکر میکنه، الذين يذكرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. باز جای دیگه میگه وقتی که نه خودش ذکر نمیکنه، الله به یادش داده میشه. تو در یک معصیت هستی، الله به یادت میه، فوراً قلبت باید در تکان به و ایمانت زیاد شه و او معصیت چی کنی؟ ترک بکنی. پس اینی شد تعریف اخلاق. که در تعریف اخلاق چی گفتیم که او چی هست؟ تعریف اخلاق که اساسات است، یعنی قواعد داره. اوتو نیست که اخلاق بی قاعده و بی تنظیم بی چیز باشه، نه، قاعده هست. وقتی گپ میزنی این قسم بکن و بالوالدین احسانا احسنکم خلقا لاهله. این قواعد است. باید ما این فرمول های اخلاقی قرآنی و نبوی را چی کنیم؟ حفظ بکنیم در هر چیز. ان الله یحب المحسنین. فهمید یعنی؟ خب پس اینجا اخلاق فرمول ها داره. این فرمول ها به خاطر چی هست؟ به خاطر که سلوک تو را. سلوک چی را میگه؟ امی روش تو را، گپ زدن تو را، نان خوردن تو را، آب نوشیدن تو را، نشستن تو را، خوابیدن تو را. متوجه هستی؟
سخن گفتن در با همراه یک شخص دیگر، دست دادنت با همراه یک کس، چه قسم دست بیتی، مصافحه بکنی، معانقه بکنیم، روبوسی بکنی. این مردمایی که ماچکانی میکنن یا مخالف سنت رسول الله، چرا که رسول الله صلی الله علیه و گفت که وقتی یک دوست خدا ملاقات میکنه ایو قبله، بگیره خوب ماچش بکنه، گفت قال الله. این علما مثلا نثار احمد دیدم بگم السلام علیکم نثار احمد خان، تو بیا یکی ازی کومش ماچ کو، یکی از دیگهش کومش ماچ کن. این ماچ کردن این در شریعت نیست. چرا رسول الله گفت که لا، این حرام است. پس من حق ندارم که در واده چیز ایو قبله، گفت لا لا لا، این ضد اخلاق اسلامی است. زنها که ماچکانی هم میکنن نادرست است و مردا هم که ماچکانی میکنن، چون رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی که حکم آمده تو مشخص نیست که ما بگیم که والله برای مرد است یا برای زن، برای هر مسلمان است. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که پرسان شد گفت که وقتی که یک دوست خدا میبینه ایو قبله، آیا او را بوسه بکنه، مرد باشه یا زن؟ متوجه هستین؟ رسول الله گفت لا. وقتی که گفت لا یعنی چی هست؟ حرام است. چی هست؟ اینحنی له، آیا خدا شما یکی خط مستقیم است یکی خط منحنی. خط مستقیم هم تو راست می باشه، این خط مستقیم است. خط منحنی چی است که از او زاویه تشکیل میشه، زاویه قائمه، زاویه حاده، زاویه منفرجه. وقتی یک دوست خدا میبینیم بر از اون ما خدا منحنی بسازیم، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لا. پس نهی رسول الله صلی الله علیه و آله دلیل به چی است؟ به حرمت میکنه. پس برای یک دوست خود قاد کردن حرام است، ولو که عالم باشه، ولو حتی اگر پدرت هم است، اگر میخوای که دستش بوسه کنی، دستش بالا که پیش دانت ماچش کن اگر میخواستی. اما اگر حق نداری که کلیت برش خم بکن، چون رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی پرسیده شد اینحنی له قال لا، گفت نه. فرمول اخلاق است. ایو صافحه، مصافحه بکنه، گفت بله. امرای انسانی که مثلا دوست است، برای زنها مثلا یک مرد محرم است یا مثلا نامحرم نیست، با انسانی که مثلا دوست است، یک مرد دیگر میبینه، امرایش چی میکنه؟ مصافحه میکنه، بدون انحنا، بدون ماچکانی. فکرتون باشه که چیز این فرمولای چی است؟ این فرمولهای اخلاقی هست. چرا هر فرمول اخلاقی اسلامی با اساس یک هدف پاکی و نظافت گذاشته شده که امو وحر. خب وقتی که این کار کردیم که ما مجموعه از فرمول ها را یاد گرفتیم و این در زندگی روزمایی خود سلوک خدا مطابق سلوک خدا جور کردیم، این اخلاق خدا مطابق چی جور کردیم؟ مطابق وحی الهی. وحی چی است؟ قرآن و سنت است. به خاطر چی کار میکنیم؟ به خاطر که چهارمی کار هدف است که هدف خلقت ما در روی زمین ثابت شود. اگر باز ما هر کار بدل خود بکنیم، نه والا صاحب مرا ماچکانی خوش میاد، دوست خدا ببینم من تو راه آسان بغلش کنم و 20 تا ماچ از اون طرف، این اخلاق اسلامی نیست دیگه. تو هدف خلقت در روی زمین تو ثابت نساختی، تو مطابق وحی الهی اخلاق تجور نکردی. فهمیدین؟ اینی هست تعریف چی است؟ اخلاق. نقطه دیگه که سر از او بحث میشه در اینجا که اهمیت اخلاق چی هست. ما و شما گفتیم که اخلاق در هر بخش اهمیت داره، در اعتقادات، در عبادات، در معاملات، در کل از این اخلاق نقش داره. مثلا اهمیت اخلاق در اعتقادات چی هست؟ که شما مسلمان باید اهمیت اخلاق در اعتقادات چی هست؟ این است که یک انسان مسلمان باید در مسائل اعتقادی بسیار با ادب باشه. با گفتن لا اله الا الله در چوکات دین داخل میشیم، یک فرمول است. با گفتن لا اله الا الله در چوکات دین داخل میشیم و با اخلاق، با اعتقادات دمی چوکات خدا باقی میمانیم. انسان ها چرا مرتد میشن؟ یا بی ادبی در مقابل الله میکنن، یا بی ادبی در مقابل پیغمبر میکنن، یا بی ادبی در مقابل قرآن و احکام قرآن میکنن، یا بی ادبی در مقابل سنت و احکام سنت میکنن، یا بی ادبی در مقابل پیغمبرا میکنن، یا بی ادبی در مقابل مثلا ایمان با آخرت میکنن. اینی بی ادبی ها چی میکنن؟ یا را مرتد میسازه و از چوکات ایمان چی میکنن؟ خارجش میکنن. پس ما با گفتن لا اله الا الله، مثلا شما یک محصل است، ما میگیم که محصل با دادن امتحان کانکور شامل پانتون میشه.
و با مراعات قوانین پوانتون در همین پوانتون باقی میمانه تا روزی که شهادتنامه بگیره. کانکور اسلام چی هست؟ لا اله الا الله هست. با گفتن لا اله الا الله تو داخل چوکات ایمان شدی، مسلمان شدی. و با تطبیق عملی شریعت الهی تو دی چوکات چی میمونی؟ باقی من. و یکی از چوکات های اساسی شریعت اسلامی چی هست؟ اخلاق است. اول اخلاق با معتقدات است. اخلاق باید با الله داشته باشی، اخلاق با رسول الله داشته باشی صلی الله علیه وسلم، اخلاق با ملائکه داشته باشی، اخلاق با کتاب‌های آسمانی داشته باشی. متوجه هستین؟ اخلاق با پیغمبرها داشته باشی، اخلاق با جنت، با دوزخ، حتی اخلاق با قبر. میگه قبر دشنام ندی. حق نداریم، موضوع حق نداریم که قبر دشنام بدیم، ولو که روضة من ریاض النار باشه، دشنامش نمیدیم. پس چی هست؟ اخلاق با معتقدات است. دیگه اخلاق در عبادات است. اخلاق در عبادات چه قسم است؟ که مثلا هر عبادتی که تو میکنی او عبادت تو باید امرایش چی باشه؟ اخلاق باشه. ما نماز میخوانیم، ادب نمازی است که نماز به طریقی کی خوانده شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده شود. اگر کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق داره در نماز خدا باید چی کنه؟ به طریقی رسول الله. در قرآن دو قسم نماز گفته شده. سعی کنین دو قسم عبادت تشریح میکنه. یکی عبادت مؤمنین که با اخلاق است، با اخلاق انجام داده میشه. یکی عبادت مشرکین که باب اخلاقی انجام داده میشه. مؤمن هم نماز میخونه و مشرک هم نماز میخونه. خوب متوجه باش. از مؤمنین که با اخلاق است چی میگه؟ از مؤمنین نمازشان که با اخلاق است چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. پس اینجا نماز با اخلاق کدام نماز است؟ نمازی که دو خشوع هست. خشوع چی را میگه؟ که قلبت با الله باشه و جوارحت، اعضای بدنت ساکت و خاموش باشه. حتی صحابه کرام میگفتن که قبل از اینکه این آیت قرآن نازل شود اونا میگفتن ما چی میکردیم؟ در نماز خود یگان مرتبه طرف آسمان نظر میکردیم، این قسم سهل میکردیم طرف بالا. وقتی که آیت قرآن عظیم الشان نازل شد که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، باز ما دیگه بغیر از جای سجده دیگه طرف نظر نمیکردیم. سبحان الله. این هست اخلاق اسلامی. خشوع در نماز مربوط به چی میشه؟ اخلاق نماز میشه. انال در کنار از قرآن عظیم الشان برای ما نماز که نماز است لکن با بد اخلاقی است. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه. نماز مشرکین چه قسم بود؟ سکو صلات میگن. چی میگن؟ میگن نبود نماز مشرکین در اطراف کعبه چی میکردن؟ میرفتن کجا میری؟ به نماز خواندن میرم. اول بد اخلاقیش برهنه میرفتن. زنا مویاش معلوم میشد، چوتیای خود پیش روی خود این قسمی منداختن. پس چی بود؟ و ما کان صلاتهم عند البیت. وقتی که در نزد بیت الله شریف میرسیدن چی میکردن؟ مکا میکردن و تصدیه میکردن. مکا و تصدیه چی هست؟ مکا ای است که یک انگشت خود بالای انگشت دیگه خود میماندن و صدا میکشیدن. اشپلاق. امی اکثر امی کناری بازا و قمار بازا و امی بودن بازا را که دیده باشینی، کفتر بازا اشپلاق میکنن دیم بالا. اینه ای ابو جهل و ابو لهب نمازشون چی بود؟ همونطور 40 نفر که اشپلاق کنه چی صداها میبراین و تصدیه و چی میکنن؟ و چک چک میکنن. پس عبادت مشرکینه که در قرآن بیان میکنه با چی هست؟ با چک چک و با اشپلاق و باز آستاستا کم ذره دایره هم کتش گد کو، یک ذره دولام گد کو، باز لنگی تام سعی کو، باز چپن هم سعی کو، باز رقص هم شروع کو. اینه و ما کان صلاتهم عند البیت الا چی؟ مکاء و تصدیه. پس اینا عبادت میکردن لکن در مقابل خالق متعال
او صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله که نماز میخوان او قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. تو در مقابل ذات با عظمت ذوالجلال قرار داری، ذاتی که خالق آسمان ها و زمین است، تو با اونجا بسیار با خشوع و تواضع که حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت نماز با اخلاق میخواندن، پرنده ها فکر میکردن که درخت خشک است، از طول صلاتی و از خشوع صلاتی. یکی نمازشان بسیار طویل بود و دیگه نمازشان چی بود؟ بسیار با خشوع بود. درخت خشکواره در مقابل خالق متعال استاد میشدن. متوجه هستین؟ وقتی که این حالت پرنده ها میدیدن که یک صحابی مبارک استاده هست، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این وقتی که نماز میخوان امی پرنده فکر میکرد که این درخت خشک است، میام سر شانه صحابی و از سر کله صحابی یک پرنده نشسته است. سبحان الله. اما برعکس از این مشرکین چی میکردن؟ از مشرکین خیز انداختن و اصطلاحات نادرست که ما نمیتونیم او اصطلاحات از نگاه اخلاقی استفاده بکنیم. پس اشپلاق است و چک کردن است و خیز انداختن است و رقصیدن است و حرکات منفی که مخالف اخلاق با خالق متعال است. چطور وجدان تو تقاضای زیر میکنه که در مقابل ذات ذوالجلال، در مقابل یک وزیر رقص میکنی، در مقابل یک رئیس جمهور رقص میکنی، در مقابل یک کسی کلان که هست خیزک میزنی، در مقابل ازی که نمیتونی که یک مخلوق ضعیف و عاجز هست که خودش بر تنفس کردن به شش نیاز داره، اما تو میخیز در مقابل خالق ذوالجلال به این قسم حرکت ها رو نشان میده. این علامت چی هست؟ بی ادبی هست. از این خاطر سعی کنین نمازی که در او ادب نباشه او را الله قبول نمیکنه. پس نمازی که چی هست؟ قد افلح المؤمن. روزی که در او ادب نباشه، اذا کان یوم صوم احدکم، وقتی که روزی یکی از شما باشه، باید اون نفر دیگه چی نکنه؟ گپایزش نگویه، جنگ نکنه، جنجال نکنه، حتی اخلاقش به اندازه باشه که اگه یک نفر آمد از یخنش هم گرفت کتش میخواست جنگ بکنه، بر چی میگه؟ میگه اینی صائمون اینی صائمون، میگه 2 مرتبه برش بگو که من روزه هستم. بیادر تو این از یخن ما گرفتی، من تو چیز نمیگم، تو دشنام میتی، من تو دشنام نمیتیم. چی است؟ منتهای اخلاق در وقت چی است؟ نماز. منتهای اخلاق در زکات چی است؟ که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. وقتی که تو صدقه میتی، اخلاق صدقه دهنده چی است؟ که در وادی صدقه دادن منت گذاری نکو، مسکین اذیت نرسان، بگم شو اینی ازاری را برو دیگه از دست شما و تمام روز مستم که بر شما میده. اینه میگه لا تبطلوا. پس با اینمی منت گذاری و اذیت رسانی تو امی ثواب صدقه چی کردی؟ باطل کردی. در حج وقتی که رفتی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج وقتی که میری تو باید اخلاقیات زیره چی کنی؟ در نظر داشته باشی، این چیز نداشته باشه. و اینمی قسم در چی هسته؟ دیگه در اخلاق در معاملات است که تو مثلا چی میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعاملش با مردم همیشه چی بود؟ متبسم بود. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. وقتی که شما یک مسلمان در مقابلتان قرار میگیره، وقتی شما اونا را میبینین، وقتی که با حالت تبسم او را سلام علیکی کردش میکنی، اینمی یک صدقه هست. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. اما اینکه مثلا پیشانی آمدم 1111 تمام روز چیز باشه که از ترس که والا باش کالسون پیشانی زیر سگم هو والا گمش که سلام جربسانی کنه مالتم نکنه، باز در حقیقت تو یک مسلمانه که تعاملت است. چی هست؟ الکلمه طیبه صدقه. سخن نیک چی هست؟ صدقه هست. و دور کردن چیز مضر از راه این عبادت است. متوجه شدین؟ اینا کل چی است؟ شامل چی میشه؟ شامل اخلاقیات میشه. این بود درس اول اخلاق ما و شما. تا درس بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اضاء للدنیا